هیچ وقت ساعت 5 صبح سر کار نرید. این اتفاقای بد واسهتون میفته. محبوب خانم که چند ماهی از فوت همسرش گذشته میگرده و یه شغل جدید واسه خودش پیدا میکنه تا بتونه بچه‌هاشو بزرگ کنه و زندگیشو ادامه بده. اون با چند تا بچه مجبوره کارش رو شروع کنه. اون کار جدیدشو که پیدا میکنه با همکارش شرط میبنده که همکارش از صبح بیاد دنبالش و اونو ببره سر کارش. صبحی که قرار همکار اون محبوب خانم بیاد خونه‌شون که در زده میشه و محبوب خانم میاد در رو باز میکنه و میبینه که همکارشو به قولش عمل کرده اومده. میره آماده کشه بیان با هم برن سر کار. اون بلافاصله در رو میبنده و شروع میکنه به حرکت کردن. اون روز برفی بسیار شدیدی باریده بود و محبوب خانم که پشت سر همکارش همون صابکارش میرفت، توی حین مسیر راهی که محبوب خانم با همکارش داره میره، محبوب خانم میاد و پشت سر همکارش که داره رد میشه پاشو جای پای اون همکارش میذاره و حرکت میکنه، یعنی پاشو دوی جا پای اون میذاره. وقتی که دارن مسیر رو طی میکنن و پیش میرن، میبینه که جای پای کارش در حال بزرگ شدن و به صورت غیر عادی جا پاش داره بزرگ میشه و همچنین قد خود همکارش هم بسیار عجیب و وحشتناکی بلند میشه. اون که محبوب خانم میاد به خودش و میگه ای وای چه غلطی من کردم. سریع میدوه و به سمت خونش حرکت میکنه. وقتی که به در خونش میرسه همکارش میبینه که اونجاست. اون تعجب میکنه و میره داستان رو برای همکارش صحبت میکنه. همکارش هم بهش میگه که درستی کردی که با اون نرفتی، چون اون یک موجود ماورا طبیعی بوده و اونو میخواسته تو رو با خودش ببره. دوستان اگر از این سبک داستان رو دوست دارید حتما توی کامنت ها به هم بگید. این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب هم یادتون نره. بای بای.